امروز عروس به این مکان آمده است، در خلوت یور مهربان آمده است. از پای قدوم عروس زیبا، از پای قدوم این عروس. دوستان عزیز، مهمانان اهل قدر، باری دیگر من یک شما را به این طرفخانه پر از مهر و من خواستم که میگویند که از دل پرسیدن که ایدین تو چی میخواهی؟ آیا نگاه عاشقانه و یا اینکه عشق و محبت را؟ دل کمی سکوت کرد و چیزی نگفت و از چشم پرسیدن که ای چشم تو چی میخواهی؟ آیا نگاه عاشقانه و یا اینکه مهر و محبت را؟ من چشمانم را نمی پوشیدم و هنگامی که من چشمانم را پوشیدم از چشمانم عشق به برون آمد و گفتم که نه مهر و محبت این دنیای فانی را، نه مهر و محبت این اطرافیان را، بلکه مهر و محبت مادر را میخواهم. امروز آن همین شخصیت های بزرگ هستند که یک ما و شما را به پایه رساندند و به این روی این گونه یک تاج و تخت زرین برنشاندند. بار دیگر ما سر تعظیم فرود می آوریم برای کل حاضرین گرامی قدر، برای کل مهمانان ارجمند و من باز نوبت ثبت و نوا و موسیقی را برای برادرای عزیزمون میگیرم. با من دشمن مکن، حال غمگینی مرا بر ناکسا روشن مکن. من ندانم کی با من دوست و کدامش دشمن آماش روشن با تو ای جندیانم مکن. آماش روشن با تو ای جندیانم مکن. شجادم لب هما آدم نغور آدم به دالب کین یه لحظه دالم دادا اما اینسان به دالب کین لب آدم لب شیطان مثل دالب کین به مثل دولت
بیا بشیم کرد مجنون شناسانی بیا بشیم کرد بیا بشیم کرد فرهاد باشیم بشیم رقم به آخر از دست دنبال سری وقتی چشیم شد از دست دنبال سری وقتی چشیم شد وقتی چشیم شد هر وقت مقیات بود پرش چشیم شد همگیره وقت مفکریم رشیم شد خونادر کن سمت و منزل نارا خونادر کن سمت و منزل نارا مجنون شناسانی بیا بشیم کرد بیا بشیم کرد مونیکا بکرده